ساز و نوایی بکنیم که بسیار بهتر است. گزارش مرحوم قزوینی است. دلم از پرده بشد حافظ خوش لهجه کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم. ولی اینا خیلی هم به قول معروف اینا تفاوت‌های ناچیز ولی بسیار مهم هستن. اینها در بحث هم بسیار شیرین هستن این مباحث. بله از شود که دوستی میگه آقای آل احمد، بگم آقای آل احمد گفتن که یک برادر مجاهد گفتم آقا چرا شما در این سمینار فلان کس نبودید؟ گفت آقا این آقا دین ستیز، ما هم دین داریم، اینها نمیشه. این سخنی از این خطاتر واقعا من نشنیدم. ما اینجا دین ستیزی نکردیم، شاید شما تحمل شنیدن حقایق رو ندارید. ما فکر میکردیم آزادی خواه هستیم، نه دین ستیز. مشکل ما دوست محترم این است که به گمان بنده جای دین و مذهب در عمق قلب و روح و اندیشه آدم هاست. محل تظاهرش هم در مسجد و مصلاست و سینگاه و نمیدونم کلیسا و اینها. جای دین در وزارت امور خارجه نیست، جاش در وزارت جنگ دوست محترم نیست، جاش در قانون اساسی نیست، جاش در مسجده. مشکل ما اینه، ما دین ستیز نیستیم اینجا عزیزم. مطالبی هم که ما گفتیم اینها از نویسندگان بزرگ اسلام هستن، عرض میکنن که متقدمین. و شما که مدعی هستید که دیندار هستید و دینی هستید، این نشان میدهد که اگر که خدای ناکرده دست شما به چیزی برسد، آیا آزادی برای دیگری باقی میگذارید؟ به گمان من خیر، چون کسی که خودش رو اونقدر در یک چهارچوب و قالب ایدئولوژیکی بریزد که مطلب رو به این وجه بیان بکند، قطعاً عرض میکنم که مطمئن هست که دینی جز دین او خوب نیست و معتقد فرض کنید به آیین حقه اثناعشری است. پدر من، شما وقتی برده به قدرت برسی حتما سنی ها رو زندانی میکنی، میدان نمیدی، حتما باهایی ها رو میگیری اعدام میکنی، نمیدونم از کشور بیرون میکنی، حتما یهودی ها رو میگی نجسن. اگر دین شما به آزادگی راهی ندارد دین نیست اساسا. گرفتاری ما اینجاست عزیز من. گرفتاری ما موضوع دین هست بر قدرت، نه دین. چه کاری کسی کار دین نداره. تشبیه بیارید هندوستان، حالا بنده مسئله هندوستان رو میزنم چون هم به ما نزدیکه، هم فرهنگ ما به هم نزدیکه، هم آسیایی هستیم هر دو، هم مراودات داشتیم. این اختلاف امتزاج فرهنگی بین ایران و هند بسیار بوده. چگونه است که در هندوستان 1500 نوع آیین و دین هست، در ایران فقط یک چند نفری از روزگار باستان باقی ماندن، اونها هم به کشتن یا فراری دادن به واسطه همین اندیشه هاست. چند تا مسیحی و چند تا زرتشتی و اینها بودن، چند تا یهودی و تعدادی بهایی که خب آیین جدیدتری بود. اینها همه گریختن، یه عدهشون سر بریدن، سرنیزه به شکمشون کردن، اموالشون رو گرفتن. دینداران مثل جناب عالی، این حرفای بسیار مهلکی است دوست من. یک تجربه دراز مدت تاریخی هم که پشت سر ماست. حکومت دینی رو ما دیدیم در اروپا، حداقل در منطقه تجربه نکرده بودیم. یعنی گرچه این حکومت ها می آمدند و می رفتند و با اهل دین هم مماشاتی داشتن، اما اغلب اینها بدون دخالت دین عمل می کردن. وگرنه ما هم تجربه به دست می آوردیم و به این چاه نمی افتادیم. خب اجازه فرمایید که عرض شود که ببینیم تقویم ارتش ایران امروز چگونه تقویمی است. تقویم سپاه پاسداران. اول ربیع الاول هجرت حضرت از مکه به مدینه. حالا محترمانش کردنش هجرت، اما فرار بوده. شما به کسی نگید. نصف شب
هجرت که اینجوری نیست که قرمت برم. هجرت اینه که شما خرخورت بار میکنی، قوم خیشات رو میاری، رو بوسی میکنی، بعضی گریه میکنن، بعضی چیز میکنن، مرغات و خروسات آویزون به الاغ تو نمیدونم چیز و اینا، هجرت میکنی. نصف شب یواشکی یک کسی رو بخوام اونجا جا بود، این اسمش فراره. حالا به حضرت محترمان از شما فرمایید شما میگیم هجرت. بله، هجرت از مکه به مدینه. 5 ربیع الاول وفات حضرت سکینه. این تقویم ارتش ایران و هموطنان ملاحظه بفرمایید. 5 ربیع الاول وفات حضرت سکینه. 8 ربیع الاول شهادت امام عسکری. 9 ربیع الاول قتل عمر بن خطاب. 10 ربیع الاول ازدواج حضرت با خدیجه و قتل عمر بن سعد لعنت الله علیه. این عمر بن سعد همون عمر کربلاست، پسر سعد بن ابی وقاص سردار معروف. 14 ربیع اول هلاکت یزید بن معاویه لعنت الله علیه. 15 ربیع اول ولادت پیامبر اسلام و حضرت امام جعفر صادق. 23 ربیع الاول ورود عرض کنم که حضرت معصوم است به قوم مقدس. 25 ربیع الاول عرض کنم که یا 26 صلح امام حسن است با معاویه. اغلط سمنتیک فالسی اینه، صلحی نبود، تسلیم بود، پول گرفتن بود در مقابلش. اینم از خب مطالب دیگری هم هست خدمتتون عرض کنم که بله، و آن این که امروز 4 نفر رو در زندان اوین تیرباران کردن و چند نفر هم در شیراز. جرم اینا چه بوده بنده نمیدانم. مطلب دیگری که بنده شنبه اعلام کردم، اون شخصیتی که من زنگ زدم درست 5 دقیقه قبل برنامه گفتن این انگلیس ها که 15 نفر هستن، اینها 7 نفر و 7 نفر و 1 نفرن، یعنی 7 تفنگدار زبده هستن، 1 خانم هست به نام فی و 7 نفر دیگر، جمعا 15 نفر. گفتن که شورای امنیت ملی گفته است که اون تراز اولها رو که داره مقام بالاتری هستن در نیروی در انگلیس نگه دارن، اون خانم و اون 7 نفر دیگر رو آزاد بکنن. ایشون باز به من امروز زنگ زد، گفت اینها مشغول این بودن که اینها رو ببرن و تحویل سفارت انگلیس بدن که از دفتر حضرت رهبری زنگ زدن که خیر، یه عده‌شون رو بردن لویزان، یک عده‌شون رو بردن سپاه قدس. این سپاه قدس در حدود کرج اونجا باید باشه. بنابراین سخنش خطا نبود. چنین ماجرایی عرض میکنم در جریان بود که بعد نشد. خب در اینجا لازم میدونم هموطنان گرامی از Iranian American Students of Northern California سپاسگزاری بکنم که لطف کردند و از کنم ما رو دعوت کردن به شمال کالیفرنیا، یک لوحه تقدیر هم به ما مرحمت کردن. این برای من بسیار بسیار ارزشمنده از سوی دانشجویان ایرانی. لوحه رو میارم خدمتتون نشون میدم یک شب شاید. و از آقای قنبری سپاسگزارم که بی اندازه ما رو شرمسار کردن، پشت اون میکروفون بزرگواری کردن. بنده در اون حد نبودم که ایشون میگفتن، اما لطف ایشان بود. و از همه دوستان سپاسگزارم واقعا در این مدت که با ما بودن و این برنامه رو پشتیبانی کردن. دوستانی که عنایت کردن از ایران، از اینجا، و برای عرض کنم شاد باشی نوروزی تلفن کردن. از همه سپاسگزارم بسیار. نمیدونم واقعا چگونه سپاسگزاری کنم. یک سپاس مخصوص دارم از آقای دکتر فامینی، به انگلیسی به ایشان فامینی نمیگویند. این استاد حکیم محترم بی اندازه مهر داشتن در این چند سال گذشته. هر موقع من بهشون سر میزنم در این ساختمان ایرانیان و بیرون از قضای پزشکی یک چند دقیقه راجع به فلسفه و عرض میکنم اوضاع طبیعت و تاریخ و اینها هم گپ میزنیم. استاد دانشمندی است این مرد. و هر موقع من بارها گفتم خدمتتون، شاید یه بار دیگه هم عرض کردم، وقتی میرم دکتر فامیلی برمیگردم با یک حس ناراحتی برمیگردم که چرا چنین شخصیت‌هایی نبایستی در جامعه ما بمانند. و این عرض میکنم که اوضاع ناگفتمان سبب میشود که
متخصصین، تحصیل کردگان و انسان‌های خوب از کشور ما بروند سرزمین‌های دیگر. خب یک سخنرانی حضرت رهبر فرمودند که ما این رو به شما نشون دادیم، یک بخشی شد دوشنبه، یک بخشی شد شنبه، مانده است. این سخنرانی شما باید بشنوید. حضرت رهبر با عمامه‌ای که کاملا شبیه تاج، فقط کسریش یک الماس درشت بچسبون اینجا میشه هارون الرشید. شما به عمامش خوب نگاه کنید، این عمامه نیست، این تاج به سر گذاشته. سیستم اصلا فرق نکرده، این شاهنشاهی در ایران هست، این لباسا تغییر کرده. اجازه فرمایید ما یک تنفسی بگیریم، یک موسیقی آذربایجانی بشنویم و برمیگردیم سخنرانی رهبر رو گوش میکنیم، بعد میپردازیم به جنگ دوم و چگونگی عزل رضا شاه از قدرت تا چند لحظه دیگر.
بله، آواز قاسموف از آذربایجان شوروی. این مرد خواننده بزرگی است، گویا به تبریز هم آمده است. حدود میگفتن 100,000 نفر برای شنیدن صدای قاسموف. حالا مطلبی پیش آمد که خواستم خدمتتون عرض کنم، و اون این که چند شب پیش، حالا بازی مطلبی دیگه بگم، من همیشه فکر کردم که این داستان تولد برای بچه‌ها هست. چون می‌بینید در سنت ما ایرانیان چیزی به نام جشن تولد اینها نداشتیم، که البته خیلی هم زیباست، حقا زیباست. بنده فکر کردم که برای بچه‌ها خوبه و اینها. بعد شنبه شب دوستان من، برادران سالکی که مثل برادران خود من هستن و مادرشون مثل مادر خود من هست، گفتن آقا شما دعوتی دو اینها، و خلاصه رفتیم دیدیم به ساعت تولدی است. خلاصه مبالغی هم گیفت توی هم جمع شده و دیدیم مثل که برای ماست. باری خجالت داده بودن دوستان، هر بخوام نام ببرم یکی یکی لیست بلندی خواهد شد. باری ما هم نشستیم و به هر صورت وارد بازی شدیم، نشستیم روی زمین و یه قلم تراشی هم در آوردیم، شروع کردیم یکی یکی این گیفتا رو باز کردم. لحظات خیلی خوشی بود. خیلی سپاسگزارم از برادران سالکی و مادر گرامی. و بعد یک نوازنده هم اونجا بود، تار میزد، تار آذربایجانی. در همون لحظات اول من فکر کردم با یک استاد واقعا چربدست اینجا روبرو هستی. اندکی نواخت آمد بیرون و به انگلیسی گفت مثل کسی گوش نمیکنه. گفتم چرا استاد شما بزنید گوش میکنم. چند نوع ساز آورده بودن اونجا و در منتهای زیبایی همه اینها رو می نواخت. سورن از آقای فیروزی خواهش کردن که ایشون رو دعوت کنید سمینار سندیگو که در پیش داریم در ابتدای ماه سپتامبر. خیلی خوب خواهد بود. در آذربایجان موسیقیدانان بزرگی هستن، چون تعلیمات اینها از کودکی تعلیمات جدی موسیقی است. حقیقتا بعضی اینها به استادی میرسن، استادان بین المللی میشن، مثل رامز قلیوف یا هاول علیف و دیگران. خب اجازه بدید که بشنویم فرمایشات جانشین کوروش کبیر و شاه عباس کبیر و داریوش بزرگ و عرض می شود که نادر شاه افشار و امیر اسماعیل سامانی و انوشیروان. گوش کنیم به فرمایشات این مرد، حضرت رهبر مسلمین جهان. تحریم اگه آماده است در شرایطی حتی ممکنه به نفع ما تمام بشود، از این جهتی که همت ما رو بیشتر کند برای دستگاه رو باید عوض کنن چون یک صدای پارازیتی بود. خیلی مهم است ما ببینیم این حضرت رهبر چه میگوید. بسیاری بر این هستن که این گرفتن انگلیس ها بابت این بود است که شلوغ بکنن اینها و عرض کنن فضا رو غبارآلود بکنن در ارتباط با این سختگیری هایی که سازمان ملل در باب ایران کرده است و میکند و خواهد کرد و معلوم نیست پایان ماجرا به کجا برسد. اینها رو گرفتن در اونجا و گویا سازمان CIA به انگلیس ها هم اخطار داده بود که اینا دنبال بهانه هستن که چند تن از شما رو بگیرن و انگلیس ها توجه نکردن. انگلیس ها میگن ما در آبهای عراق بودیم در شط العرب و اینها آمدن و گرفتن و معلوم نیست این داستان به کجا بیانجامد. اگه دستگاه آماده است لطف کنید فرمایشات رهبر مسلمین جهان رو پخش بکنیم. تحریم به ما ضربه ای نمیتوانه بزنه. اگر تحریم نکردن تا حالا، ما به انرژی هسته‌ای رسیدیم در حال تحریم، ما به پیشرفت‌های علمی رسیدیم در حال تحریم، ما به این سازندگی‌های وسیع در کشور رسیدیم در حال تحریم. تحریم در شرایطی حتی ممکنه به نفع ما تمام بشود، از این جهتی که همت ما رو بیشتر کند برای تلاش و فعالیت. روی کرده کشور در این سالی که امروز اول اون سال است و حتی یکی دو سال بعد باید روی کرده اقتصادی باشه. از این سیاست‌های اصل 44 همه باید استفاده کنند. کسانی که توانایی سرمایه گذاری دارن، حتی
افرادی که میتوانند سرمایه گذاری رو با اجتماع و شرکت انجام بدن، اینا راه دارد. آحاد مردم، صنوف مختلف مردم میتوانند سرمایه گذاری کنند، میتوانند در این راه شریک بشن با یکدیگر، سهیم باشند. علاوه بر این سهام عدالتی که 10 میلیون نفر را تقریبا شامل می شود که مال 2 دهک پایین جامعه است، بقیه آحاد مردم هم می توانند از این سیاست ها استفاده کنند. راه داره. مسئولین دولتی باید راه های مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی به اونها بگن. این سیاست ها به معنای تولید ثروت عمومی است برای جامعه. تولید ثروت از نظر اسلام بیمانعه. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یه وقت کسی به اموال عمومی دست درازی می کند، یه وقت کسی بی قانون بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی میرسه، اینا ممنوعه. اما از طریق قانونی تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام مطلوب و مستحسن است. ثروت رو تولید کنن، منتها در کنارش اسراف نباشد. اسلام به ما میگوید ثروت تولید کنید اما اسراف نکنید. مصرف گرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست. اون چه که از تولید ثروت به دست میآورید باز همون را وسیله برای تولید ثروت دیگر بکنید. مال را نه به صورت راکد و نازا در بیاورید که در اسلام اسمش کنز کردن است، نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال اون رو صرف در چیزهای غیر لازم زندگی بکنید، اما با توجه به اینها ثروت رو تولید کنید برای خودتون. ثروت آحاد مردم ثروت عموم کشور است، همه از او سود میبرند. روح اصل 44 سیاست های اصل 44 اینه، جوری بشود که منابع درآمدی آحاد مردم به خصوص طبقات ضعیف متنوع بشه، مردم بتوانند گشایشی پیدا کنند. این یک گام بلند در راه رفاه عمومی است. در مورد مقابله با پیشرفت علمی هم یک نمونه مهمش همین مسئله انرژی هسته است. در در گفتگوهای سیاسی و غیره میگن دولت‌های غربی با دارا بودن قدرت هسته‌ای در ایران موافق نیستند. خب نباشن، مگر ما برای به دست آوردن قدرت هسته‌ای از کسی اجازه خواستیم؟ مگر ملت ایران با اجازه دیگران وارد این میدان شده است که بگن ما موافق نیستیم؟ خب نباشید موافق. ملت ایران موافق است و مایل است این انرژی را داشته باشد. توجه کنید چون وقت کمه. انرژی هسته‌ای من سال گذشته در همین اجتماع روز اول فروردین در اینجا گفتم، انرژی هسته‌ای برای کشور ما یک ضرورت است، یک نیاز بلند مدته. امروز اگر مسئولین کشور در به دست آوردن این انرژی هسته‌ای کوتاهی کنند، نسل‌های بعد اونا رو مؤاخذه خواهند کرد. ملت ایران و کشور ایران به انرژی هسته‌ای و این توانایی برای زندگی نه برای سلاح احتیاج داره.
یه عده‌ای می نشینن همون حرف دشمن رو تکرار میکنن که آقا چه لزومی داره آینده کشور را به خطر انداختن، نیاز فرداهای کشور را به کلی ندیده گرفتن، این اشکالی نداره؟ آیا مسئولین کشور حق دارن به نسل‌های آینده خیانت کنن؟ امروز نفت رو برداریم مصرف کنیم، یک روزی این نفت تمام خواهد شد، اون روز ملت ایران برای برق خود، برای کارخانه خود، برای گرمای خود، برای روشنایی خود، برای حرکت زندگی خود دست نیاز دراز کند به کشورهای دیگه که به او انرژی بدن. این برای مسئولین امروز کشور جایزه؟ حرف دشمن رو تکرار میکنن یه عده‌ای. همانهایی که توجه کنید، همانهایی که ملی شدن نفت را که به وسیله دکتر مصدق و مرحوم آیت الله کاشانی انجام گرفت امروز تمجید میکنن که اون کار نسبت به این کار کوچکی بود، این از اون بزرگتر است. همانها اون کار رو تمجید میکنن امروز نسبت به عرض می شود که ملاحظه فرمودید این آقا بخش اول صحبتش رو اونه که هموطنه که نشنیدن، این آخوندها و اساسا این رژیم های این چنینی یاد مردم نیستن، در اندیشه مردم هم نیستن. اینها وقتی که اوضاع خراب میشه و عرض میکنن که نیاز به شهید پیدا میشه باز برمیگردند و شروع میکنن ملت کردن و اینها. این آقا فکر میکنه که وضعیت اقتصادی با نصیحت درست میشه. اینا میگویند که همه چی هر چی داریم از محرم و سفره. خب دیدن اینا محرم و سفر رفتن بالای منبرها صحبت کردن، همه چی درست شد، به شاهی رسیدن. گمان میکنند که وضعیت پیچیده اقتصادی کشور بزرگی مثل ایران با نصیحت. وقتی آقا صحبت میگن من فکر میکردم که این یک آدمی است در همون روزگار قدیم عرب یک مقداری دزدی کردن و اینها آوردن توی بیت المال. آقا داره به هر کدوم یه چند تا سکه میده و بعد نصیحت میکنه که خوب خرج کنین، زیاد خرج نکنین، اسراف نکنین. راه دارد میگوید، شما نمیدونید راه دارد. خب راهش چی آقا؟ بفرمایید ببین راهش چیه؟ شما میدونید مشکلات اقتصادی کشور راه دارد. یه کاری بکنید که تولید ثروت بشود. اسلام با تولید ثروت مخالفتی ندارد. اسلام هم که نتوانست تولید ثروت بکند که رفت سر گردنه رو گرفت. دوست محترم، هیچ جا ما ندیدیم سیاستی برای کشاورزی یا فرض بفرمایید صنایع یا آیاتی خداوند فرستاده باشد که زرگری رو اینجوری بکنید، اقتصاد رو بازرگانی رو این کار بکنید. اینا ما ندیدیم. ولی شنیدیم که آقا بگیرید سر گردنه رو، غنیمت رو بگیرید، مال شماست، یک پنجمش رو به من بدهید، بقیه‌اش هم به نسبت 2/3 و 1/3 بین سوار پیاده تقسیم می‌کنید. این اقتصاد اسلام بوده. تولید ثروتش در کجا بود اسلام ما ندیدیم؟ در کدام آیه؟ اینها حالا باز نیازمند مردم فقیر و بیچاره و نادان شدن که بچه‌هاشون بفرستن برای آقایون بمیرن. به اون علیل ها و بیچاره ها و عرض میکنن کسانی که پا ندارن و دست ندارن و چشم ندارن و نمیدونن ترکش تو مغزش خورده و گوشه منزل افتاده، به اونها هیچ رسیدگی نمیشه. حالا آقا نشسته گل منبر و داره خلاصه شهید پروری میکنه که این اخشار بیچاره و اینها تولید ثروت بشود. اینها راه دارد. عزیزان من، مسخره کردن واقعا کشوری رو. تو فکرش بکن یک آدمی با این اندیشه و این قیافه و این تفکر و این دانش و این سوابق نشسته برای ملت ما داره راهبری میکنه. برای اولین بار بود که دیدم یک آخوندی نام دکتر مصدق رو میبره و اون آخوند مرتجعی که برابر همه اسنادی که هست پول گرفت از CIA، این آیت الله کاشی که اصلی سوابق خوبی داشت. عرض کردم دکتر مصدق رفت و عرض شود که داستان او بر جای ماند.
تمام شخصیت‌های خوشنام که در روز 28 مرداد و در ماجرای سقوط دکتر مصدق با او نبودند بدنام شدند. کسانی هم که بدنام بودند و با او بودند خوشنام شدند. این عرض می‌کنم که نتیجه این دوره از تاریخ بوده و این جوابی است که ملت می‌دهد به قهرمانان خودش و کسانی که کنار او ایستادند. این آقای کاشی بله سوابقی داشت، مبارزه با استعمار، مبارزه با انگلیس، بیدار کردن مردم اینها، و بعد هم همراهی کرد تا یک جایی و از اونجا بازپس ایستاد و ایجاد نفاق کرد و پول گرفت از CIA و مصاحبهش در دست هست. با فکر میکنم که با الاهرام باشه اگر اشتباه نکنم، میگه این دکتر مصدق رو باید اعدام بکنیم. میگوید که نفت رو دکتر مصدق و آیت الله کاشی این کار کردن. آیت الله کاشی در کدام مذاکره، در کدام جلسه بود، در کدام کار بود؟ از زمانی که کمیسیون نفت تشکیل شد که نام‌ها هستن، آدماش هستن، اینها بودن، این عوام و میدونی‌ها و عوام الناس رو این برمیانگیخت آیت الله کاشانی. و مغلطه‌ای که این آقا می‌کند این هست که نمیگوید که ما در کشور ایران قریب 850 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی داریم که چندین قرن ما میتوانیم برق تولید کنیم بدونی که نیازمند این دستگاه کثیف اتمی باشیم. میگوید آیندگان به اینها چیز خواهند کرد، مثل که نقشه کشیدن که حالا اینها یک مثلا یک 450 سالی هم بر حکومت بمانند، به ما چیز خواهند کرد، مؤاخذه خواهند کرد. میگوید این از اون بزرگتر است. یکی نیست بپرسه آقا تو بزرگیش تو از کجا فهمیدی؟ میگن یک زمانی همین آقا گفته بود، بعد ندیدم شنیدم. اینا که میگن ما بمب اتمی از روس‌ها گرفتیم، فکر نکردن چیزی به این گندگی رو ما چگونه آوردیم که دنیا ندید. فکر می‌کردیم مثلا این بمب اتمی چیز اندازه کارمسراست. بله این فرمایشات حضرت رهبر بود. خواستم تا اینجاشو شما ببینید. اون دستمال فلسطینیش هم من ندیدم، حالا شاید پنهان کرده بود زیر اون پتویی که به دوش انداخته بود. ما ندیدیم دستمال فلسطینی، نشانه همدردی با مردم فلسطین. آقا یه چیزی به نشانه همدردی با مردم ایران بگردنت بنداز مرد حسابی. و سعی میکنن اینها نام نوروز رو نبرن. خلاصه میگوید در این گرد همایی روز اول فروردین، این به مناسبت عید بوده بابا، مناسبت نوروز بوده آخو. خب یه برگردیم به اصل مطلب. یه بخشی دور افتادیم در موضوع رضا شاه. سخن ما دراز شد، هیچی هم نگفتیم. به گمان من خیلی مطلب مانده در باب شخصیت ها، در باب عرض میکنم که رفتار رضا شاه با اشایر به عنوان مثال، در باب رفتار رضا شاه با مذهبیون، در باب مناسبات دولت با حسابت که با خارج کشور. اینها مطالبی بود که بر جای ماند و طول کشید. واقعا مطالب بسیار گفته نشد. ماجرای تیمورتاش، ماجرای سردار اسد، ماجرای داور، اینها گفته نشد. حالا سعی میکنیم که به اینها اشارتی بکنیم گاهی اوقات اینها و رفته رفته از این ماجرا بگذاریم. بله حکومت رضا شاه با قدرت کامل و با مشت آهنین ادامه می‌یافت، همونطور که میدونید، به نوعی که همه وحشت داشتن. یک وضعیت وحشتناکی بود به لحاظ استبدادی، این رو فراموش نکنیم. اما سازندگی هم بود، فراموش نکنیم این رو. هر جا رضا شاه میرفت یک کار خوبی انجام میشد. حالا ساختمانی بود، راهی بود، کاری بود، به سرعت کارها رو انجام میداد. اما از روزنامه دیگه خبری نبود، از آزادی خبری نبود. عرض میکنم که از این فرایند مشروطه و دموکراسی تعطیل کردیشون با مشت آهنین. و اینا حقایق تاریخه. حالا گردن شما رگ گردنتون بر میخوره، هر شبکه لیوان آخونک میل بفرمایید، اما اینا حقایق تاریخه. روزنامه نگاران رو زدن، روزنامه ها رو بست، ایشون احزاب رو به کل از بین برد، این مجلس رو خراب کرد و فساد کار ما به گونی از زمان ایشون شروع شده اگر راستش رو میخوایید. چون همیشه برام سعی کرد تحویل پسرش بده، اون نتوانست، چون نحیف و ضعیف بود و جوان بود و مردم قدرت گرفته بودن. 10 سال بعد به کمک خارجی ها پسرش همون شیوه رو 1000 بار شاید بدتر ادامه داد. این حقیقت احوال و تاریخ ما بوده. البته
حالا بشین بگو که آقا کافتریا داشتیم نمیدونم وضعمون خوب بود. وضعیت ما با گسترش اوضاع و احوال مادی همتاً درست نمی شود. این آوارگی و بیچارگی تا زمانی که استبداد هست خواهد بود. ما نیازمند سیستم دموکراتیک در کشورمان هستیم، آزادی. این جاده ها رو خودمون هم میکشیم، مردم میکشن این جاده ها رو. شخصیتی که در این دوره از خودش اون پرنسیپ‌های لازم سیاسی رو نشون داده دکتر محمد مصدق بوده. همه چون در مجلس پنجم که اون سخنرانی بسیار معروف رو کرد و از شبت که گفتن آقا حالا عیبی نداره ایشون حالا موقتاً شاهه و بعد مجلس مؤسسان درست میشه و از این بساطا نبود. طرح رو مرحوم رضا شاه از روز اول کشیده بود که قدرت اصلی رو کنترل بکنه و سرنوشت مملکت رو دستای خودش بگیره و این کارم کرده بود. در مجلس ششم هم دکتر مصدق شرکت کرد، اما بعد از اون گفت من با دیکتاتور نمیتوانم کار بکنم و رفت کنار. به بقیت و جیش مخالفین 4-5 تا بیشتر نبودن. البته مخالفین بسیار بودن، جرأت نمیکردن. اونهایی که سخن گفتن که مشهورترین شاید تقی‌زاده باشه و دولت آبادی و حسین علا و اینها برگشتن و با استبداد کار کردن، اما دکتر مصدق کار نکرد. این چیزاست که ما باید یاد بگیریم. هموطنا این آدمای تاریخی میان و میرن مردن، دیگه ما با استخوان دیگه کار ما چیکار بکنیم؟ اما این خلقیات، این فضیلت هاست که ما باید بیاموزیم. آقا ما با استبداد کار نمی کنیم، مثلا عرض میکنم، یا ما دروغ نمیگوییم. اینا پرنسیپ‌های انسانی دیگه. انسان با پرنسیپ‌هاش سرش میتونه بالا بگیره و راه بره، نه اینکه به قول عوام میگن حفل حفو که نمیشه که. میبینی آقا تو جلسه نمیدونم اهل استبداد نشسته داره عرق میخوره، داره فحاشی بدبینا میگه به ملیون. میری تو جلسه ملیون میبینی همون آقا اونجا داره سخنرانی میخوره، عرق میخوره، فحش میده به اون یکیا. هر جلسه میبینی همین حضرت رو میبینینش. این آقای آدم مثل روزخان، مثل آخوندها و اینهاست. اینها پرنسیپ ندارن، اینا به درد نمیخورن جلو آدمو به نظر من. واقعا به درد کار سیاسی نمیخورن. باری دکتر مصدق کار نکرد، بقیه برگشتن کار کرد. رضا شاه هم سیاست خارجیش رو کاملا بر میل شخصیش اداره میکرد. اینقدر هست که با انگلیس ها نمی ساخت، یعنی بدبین بود به اینها، به خواصه کار استعمار. این رو هم بایستی گفت. این سخن که رضا شاه نوکر انگلیس ها بود و اینها، این عبارت که میگویند انگلیس ها رضا شاه و رضا شاه برد. خیلی خوب، این درسته. من یه بار این مطرح کردم که آقا این عبارت درسته، اما در محتوا باید نگاه کنیم. اینقدر ساده نیست. رضا شاه انگلیس ها آوردن، بسیار خوب، اما در طول مدتی که این مرد در ایران کار میکرد باش انگلیسی نمیداد. این رو فراموش نکنیم. فقط در قضیه نفت هست که به قول عوام تو زد و عقب نشینی کرد و این قرارداد منحوس دارسی رو تمدید کرد. بله این کار رو کرد، اما بر روی هم سیاستش ضد انگلیسی بوده. رضا شاه خلقیاتش هم ضد انگلیسی بوده تا اونجا که میتوانسته و به روسا هم هیچ اعتمادی نداشت، از اونها وحشت داشت. سعی کرد با آلمان ها مناسباتش برقرار بکنه، صنایعش از آلمان بیاره، مناسباتش با آلمان ها داشته باشه و بعد همین هم گریبانگیرش شد و دوستان خودش از خودش رنجونده بود. دولت فرانسه رو به خاطر اینکه یک کاریکاتوری کشیده بودن از خودش رنجان. و آقا به اعلی حضرت نمیشه توهین کنید، در سفیر سفارت فرانسه رو ببندید. آقا گفتن آقا نمیشه این واسه نخیر ببندید درش رو. چطور به اعلی حضرت تو ایران میشه توهین کنی؟ اینا اصلا توهین نیست آقا، این نمیفهمید. موضوع آزادی بیان و دموکراسی بیچاره نمیفهمید، معتقدم نبود. و عجب اینجاست که حالا ما از رضا شاه انتظار دموکراسی نداریم، به جهت اینکه مرد قزاقی بود، این مرد بود می‌خواست برای وطنش کاری بکنه، فکر می‌کرد که این دموکراسی مزاحم کارا رو می‌کرد. فرزند رشیدش رو فرستاده در فرانسه، نمیدونم در سوئیس، اونجا در محل نمیدونم دموکراسی جهان اونجا تعلیمات ببینه، برگرده استبداد بیاره در مملکت. این اینجای قضیه اشکال داره. و به شرحی خدمتتون گفتم عرض شود که وقتی جنگ روس‌ها در گرفت آلمان‌ها حمله کردن و اینها وحشت کردن انگلیس‌ها، اینکه ما این ذخایر نفت را اگر از دست بدهیم، اگر این آلمان‌ها پیروز بشوند در میدان جنگ با روس‌ها و بعد این از ایران
یک حرکت انجام بدن از طریق همین منطقه کاکسس به قول خودشون، این منطقه بالای بحر خزر و این مناطق نفتی رو بگیرن، یه کار ما ساخته است. این است که از ابتدای امر کمک‌ها به روس‌ها شروع شد از منطقه قطب شمال، بسیار سخت بود این کار و گفتن که خب بهترین راه این است که ما ایران رو بگیریم و هر شود که این مواد جنگی رو به جبهه روس‌ها از طریق ایران برسانیم. راه آهن هم که رضا شاه کشیده بود خیلی کار برای اینا آسان کرد، وگرنه میسر نبود. 4 تا تفنگ از خلیج فارس به جبهه روسیه رسوندن از این راه‌های صعب العبور اصلا محال بود. و در اینجا باز هر شود که یکی از چیزهای ضعیفی که میشه در پرونده رضا شاه اون رو نگاه کرد، این عدم مقاومت بوده سرتاسری که 2 تا گلوله شلیک نکردن. آقا 2 دقیقه جنگی چیزی. چرچیل میگوید ما فکر میکردیم اگر 4 تا ژاندارم ایرانی در گردن پاتاق بنشینه نیروهای ما رو مثلا چندین ماه متوقف میکنه. اما این اتفاق نیفتاد. نرسیده عرض کنم که این رجال و این نمیدونم سپهبدا و اینها و گلنگدنا رو ریختن و از کنم تفنگا ریختن گلنگدنا به جیب و الفرا و سربازا رو مرخص کردن. یکی از آخرین باری که شاید رضا شاه به کسی کشیده زد و فحش‌های زن و بچه داده در همین ماجرای آزاد کردن سربازا سربازخانه‌ها بوده و کشیده زده گفته موزر منی بیارین این فلان چرا رو بکشم این افسرا رو اینها و 26 محاکمه می‌کنیم و اعدام می‌کنیم که روز 26 از ایران رفت. و این بیچاره‌ها سربازا اومدن نمی‌دونن کجا برن. چند بار کمیسیون کردن که نمی‌دونم تا تانک نفت بفرستن، ببخشید تانک آب به این سربازا که فرار کرده بودن برن به دهاتشون از شاه عبدالعظیم به موصول مرده بودن تعداد زیادی. و ارتش ایران هیچ مقاومتی نشون نداد. البته ما نمیتوانستیم پیروز بشیم در جنگ با روس‌ها و انگلیس‌ها. این انتظار بیهوده است که ما فکر کنیم میتوانستیم پیروزم بشن، ولی نامی میتوانستیم از خود بذاریم. هر شود که ما یک افسر شجاع داریم به نام بایندور. این آقای بایندور هم بیخبر بود از اوضاع احوال. آمد دید که سر و صداست، اینا گفتن انگلیسی‌ها حمله کردن. بیچاره از جیبش پیاده شد، یه برو از دست یکی از سربازا گرفت و تیر هوایی انداخت و در این حفارای عرض کنم که 2 طرف جاده شروع کرد به دویدن. یه هندی انگلیسی از پشت تیر زدن و او رو کشتن و این آقای بایندور از شهدای اون روزگار شد و نامش به نیکی باقی موند. حداقل 2 تیر هوایی خالی کرد آقای بایندور. و بعد موضوع سلطنت رضا شاه به میان آمد و اینها و وضعیت دیپلماسی که گذشت خیلی پیچیده است. نامه‌ای که نوشته است به روزولت براتون خوندم. فکر می‌کردی قضیه به این سادگی است که بله ما بیگناه هستیم، ما بی‌طرف هستیم، به ما حمله شده، شما ما کمک کنید. اما این طرح هم ریخته شده بود که اینا وارد ایران بشن. آلمان‌ها رو بهانه کردن. رضا شاه جواب داد که جواب دندون شکن داد، گفتن آلمان‌ها بیرون کنین، اما بعد نرمششون داد گفت ما قول دادیم اینا رو بیرون می‌کنیم و اینها. و اینا وارد شدن. باری روس‌ها از شمال همونطور که می‌دونید و انگلیس‌ها از جنوب. از همون ابتدا معلوم می‌شود که روس‌ها در اندیشه اون هژمونی معروف بودند، یعنی گرفتن کشور ایران و تسلط بر منطقه. چون از همون روزهای نخست شروع کردن به ریختن تبلیغات این از اون کاغذهای مربوط به تبلیغات کمونیستی و همونطور که مطلع هستیم موضوع قاضی محمد و پیشوری و از کنم که اینا پیش آمد و فرقه دموکرات و زیر سایه پشتیبانی توپخانه روس‌ها. اجازه فرمایید که موسیقی آذربایجانی رو بشنویم. قاسموف. برمیگردیم و مطالبی رو خدمتتون میخونیم از کتاب.
با درود بر هموطنان گرامی، موسیقی آذربایجانی بنده سالها اونجا بودم، اندکی میفهمم. موسیقی رو به این وجه هست که ضمن این که لطافت و زیباییش رو و عرض می‌کنم که رنگ محلیش رو که مربوط است به جغرافی آذربایجان حفظ کرده، یک حالت حماسی هم درش هست. هنوز موزیک قبر آقا تبدیل نشده خوشبختانه موزیک آذربایجان. موسیقی ما متاسفانه از بس توسری خوردیم و اینها روحیه ما خرد شد. این موسیقی ما هم با ما اومد پایین، تنزل کرد به لحاظ مفهوم و درون مایه و جهان بینیش. ناله و زاری و زجه و این رنگ مذهبی که در این صدای خواننده‌های بعض بسیار معروف هست، این همون حالت توسری و بدبختی و نکبتی است که نکبت تاریخی است که یقه ما رو گرفت. اما در موسیقی آذربایجانی نه، اون رشاقت رو هنوز می‌بینید، چون مردم آذربایجان عرض می‌کنم که به جهات تاریخی و سوابق و اینها روحیه خود رو از دست ندادن، شجاع باقی ماندن. بنابراین این فضیلت‌های انسانی و صفات در موسیقی منعکس میشه دید. خب برویم سر خاطرات چرچیل. سر وینستون چرچیل می‌دانید که معروفترین و محبوبترین انگلیسی در تاریخ انگلستان هست
و به خاطر کتاب‌هایی که نوشت از همون ابتدای جوانی شروع کرد به نویسندگی و جایزه نوبل در ادبیات هم چرچیل برده. نثر چرچیل خارق‌العاده است به زبان انگلیسی، از روانی و زیبایی مثل نثر سعدی است. باری میگوید برای ما اهمیت فوق‌العاده داشت که از راه ایران خط ارتباطی درجه اول و مستقیمی با روسیه داشته باشیم تا از یک طرف برای روسیه مهمات و مواد کمکی که ارسال آنها از راه دریایی شمال اروپا و اقیانوس منجمد شمالی دشوارو بفرستیم و از طرف دیگر از لحاظ لشکرکشی و نظامی از ایران استفاده کنیم. وقتی که تصمیم خود را گرفتیم نظر خود را برای همکاری و اقدام مشترک به روسیه پیشنهاد کردیم. در 11 ژوئیه 1141 برابر 20 تیر ماه 1120 هیئت وزیران از رؤسای ستاد مشترک خواست که موضوع اقدام نظامی علیه ایران را مورد مطالعه قرار دهند. روز 18 ژوئیه برابر با 27 تیر 1120 رؤسای ستاد زمینی و هوایی و دریایی پاسخ دادند که مطالعه کافی در این باره کرده و عقیده دارند که باید رفتار جدی و سختی نسبت به ایران در پیش گرفت. کینه به دل و از کنم جنگ آسان. ادامه میدهد چرچیل، میگوید رؤسای ستادها ابتدا عقیده داشتند که عملیات نظامی ما در ایران باید به قسمت جنوبی این کشور مخصوصا مناطق نفتی محدود بماند و برای این کار به نظر آنها یک لشکر کافی بود. روز 22 ژوئیه 31 تیر 1220 ایدن وزیر امور خارجه به من نوشت البته فشار به ایران برای اجرای نظریات خودمان لازم است. اجرای نظریات خودمان، حالا این صحبت‌های دیپلمات‌ها رو باید تفسیر کرد، تعبیر کرد. هرگز لحن خشنی نمیگیره، هرگز عزم میکنن که لغاتی که راهبر به جنایات باشه اینها به کار نمیبرن، اما با همون لغات نرم و گرم جنایات رو توضیح میدن و تفسیر بشه نظریات خودمون. اما این فشار وقتی باید صورت بگیرد که ما نیروی نظامی کافی داشته باشیم وگرنه ممکن است به نتایج نامطلوبی منتهی بشه. حالا اینا فکر میکردن که عرض کنن که ارتش ایران با اینکه رضا مرد نظامی بود و توانسته بود این ایلات و اشعار اینها رو سرکوب بکند، امنیت در کشور ایجاد بکند، اینا فکر کردن که خب ایران هم یک سابقه دراز مدت چیز دارد، اما مردم دوست نمی داشتن. از همون ابتدا گفتند قانون نظام وظیفه اجباری، مردم گفتن اجباری، یعنی این که به زور به دگنک میانی کسی برن سربازی، پدر گریه میکرد، مادر گریه میکرد، این بچه گریه میکرد تو بغل اینا که آقا چی قماری برای مملکت شده درسته به سربازی کشون اجباری. بعد خانواده های عرض میکنم که ثروتمند رشوه میدادن اینا که بچهشون نره نظام وظیفه و اینا. داستانی است که شما میدونید. این است که اون چه در اون روزگار اتفاق افتاد مثل همیشه تاریخ ما به یک شیوه تکرار شده. عرض کردم وقتی مردم ناراضی میشدن از حکومت ها پشتیبانی نمیکردن، داشتن نیروی خارجی بیاد و مملکت رو بگیره. اینا فکر میکردن که نه خیلی خبرهاست، حالا صف به صف این ژنرال ها و سرباز ها و اینها مبارزه میکنند و هر شود که کارشون خیلی بالا میگیره. ممکن است به نتایج نامطلوبی منجر بشه. تا وقتی که قوای کافی در عراق تمرکز ندادیم نباید با دولت ایران با خشونت حرف زد. حساب میکردن، حساب میبردن. مخصوصا که طبق اطلاعات واسطه قوای ایران در جنوب و شمال این کشور تمرکز یافته است. البته ما باید اقدام خودمان را تا قبل از شکست روس‌ها در قفقاز به عمل بیاوریم، زیرا آلمانی‌ها در صورت پیشرفت در این جبهه به دولت ایران فشار خواهند آورد که چاه‌های نفت خوزستان را اشغال کرده و از دست ما بیرون بیاورد. پس موضوع نفت در اولویت بوده. اینا همیشه کارشناس نفت بودن و کارشناس بصره. الان در بصره هستن. البته ستاد گزارش کرده که ما بس قوای کافی داشته باشیم و نیروهای ایران چنین است و چنان. چرچیل رو میگوید من عقیده داشتم که مقدمات حمله به ایران باید با دقت بیشتری فراهم آید. در نامه به رؤسای ستادهای مشترک نوشتم که ممکن است دولت ایران ناگهان کارمندان ما را در شرکت نفت توقیف کرده به عنوان گروگان نگاه دارد. کار رو بعد آخوندها کردن. یا قوای ایران مراکز نفت پالایشگاه را اشغال کرده و در صورت حمله ما منهدم سازد و یا قبایل علیه ما وارد جنگ شود. این قبایل ایران به لحاظ تاریخی شما میدونید که نگهدارندگان این سرزمین قبایل بودن، نه شهرنشین ها. شهرنشین که به قول بختیاری میگن روستایی کم جرأت. شهرنشین راحت طلبه،
و اتکاش به پلیس و ژاندارم و شحنه و این چیزاست. این قبایل ما بودن، از قبایل ترک ایران بگیرید تا بختیاری و غیره و اینا که این در بروز جنگ‌های سخت این قبایل بودن که ایران را حفظ می‌کردن. در قدیم هم به همین وجه بود. شما به بافت تشکیلات نادرشاه نگاه کنید، یک لش سپاهش افغان بوده، یک سپاهش افشار بوده، یک سپاهش کرد بودن، یک سپاهش هم بختیاری بود. فکر نمی‌کنم در لشکر رضا شاه یه نفر شهری هم وجود داشت. میدونست که این بچهای شهرستان اینها، شهرهای بزرگ اینا اهل جنگ نیستن، اینا مثلا کار جنگ نیستن. اینا فکر کردن که این قبایل عرض کنم که میان و هر شود که وارد جنگ میشن. بله بله. به هر حال باید دقت کنید که ما در این عملیات متضرر نشویم. باز هیتلر ادامه میده. به دنبال مشورت‌هایی که با دولت شوروی به عمل آمد، آقای مایسکی سفیر شوروی در لندن به ما اطلاع داد که دولت شوروی حاضر است در عملیات نظامی علیه ایران شرکت جوید. البته مشروط بر این که این عملیات مشترکاً انجام شود. من در تاریخ 19 اوت که همون آگوست باشید برابر با 28 مرداد 1920 با این نظر موافقت کردم و از این پس شروع به تمرکز قوای خود در کشور عراق نمودیم. شب 25 اوت سوم شهریور 1920 آخرین یادداشت‌های خود را برای دولت ایران فرستادیم و صبح حملات خویش را از راه دریا و سمت اهواز آغاز کرد. ایرانی‌ها غافلگیر شدند و مقاومتشون ناچیز بود. روز 28 اوت ششم شهریور ایرانی‌ها دست از مقاومت برداشتند و ما در عملیات خود جمعاً 22 نفر کشته و 42 نفر زخمی داشتیم. یک کشور رو گرفتن، 22 نفر کشته و 42 نفر زخمی. انگلیس هم میدونید که همیشه خط اول جبهه از مستعمرات خودش می آورد. هندی مثلا در همین جنگ دوم قریب 2-3 میلیون هندی بیچاره رو خلاصه تفنگای لی انفیلد به دستشون دارن فرستادن برای جنگ. خب بعد میگوید پس از انجام این عملیات کارهای ما در ایران دوباره جنبه سیاسی پیدا کرد و من به سر بولارد سفیر انگلیس در تهران دستور دادم که انجام تقاضاهای ما یکی پس از دیگری از دولت ایران خواستار شود و هر وقت ایرانی‌ها در سر مخالفت درآمدند اونها را از اشغال تهران به دست روس‌ها بترساند. درست هم میگه. رضا شاه بیچاره خیلی وحشت داشت از روس‌ها. نمیدونم چرا فکر می‌کرد روس‌ها اعدامش می‌کنن. خیلی عجیبه. حالا میخونم خاطرات دکتر سجادی که یکی از وزرای رضا شاه بوده، نصف شب زنگ میزنه میگه آقای دکتر خودتونی؟ شما میگه من رضا. میگه کدوم رضا؟ اینا بالاخره میفهمن من رضا شاست. میگه که قربان بفرمایید، هم بفرمایید اعلی حضرت. میگه که روسا کجا؟ قربان من 2 بار شب تو خونم خوابیدم، چه میدونم روسا کجا. خب بفرستین کرج دست سرباز اونجا تلفن چی به محضی که روسا اومدن به ما خبر بدن. و خاطری که محمود رضا گفت، محمود رضا پهلوی مرحوم که مرد بیچاره، بندش به گوش خودم شنیدم این بود که گفتم که والا حضرت شما خاطری از مرحوم پدرتون ندارین در اون، چون این آقا بود همراه پدرشون بود. گفت یه خاطره دارم خیلی برام جالب بود، بچه بودم. گفتم چه بود؟ گفت ما از کرمان که بیرون آمدیم یه گرد و خاکی از دور پیدا شد. گفت پدر خیلی وحشت کردن. این عبارت محمود رضاست. و گفتن روس‌ها چترباز پیاده کردن که منو دار بکشن. بعد گفت آمد نزدیک و نزدیکتر دیدیم که یک خانیست، خان محلی مسلح و تعداد سوار و یک مرد خیلی برجسته. گفت شما پادشاه این مملکتی، ما شما رو نگهداری میکنیم، نروید از ایران. و گفت پدر ترسش ریخت و اینا. گفت که نه، من به این شرط آمدم که این پادشاهی در خانواده من بماند و به سپاسگزاری کرد. و اون مرد که حالا بلوچ بود از قوانین محلی بوده اون دیگه توضیح نداد. گفت که ناامید شد و نهیب کرد به اسبش و دوباره گرد و غبار شد و گفت که گرد شتابنده‌ای در دامان صحرا باقی مانده و سواران همه رفتند. میترسید، خیلی از روسا وحشت داشت. این میدونسته گویا این آقای چرچیل. و یکی از علل وحشتش بعدها ما در جای دیگر خواندیم این بود که وقتی که رضا شاه سخت میگیره به تیمورتاش گویا مناسبات خیلی خوبی با روس‌ها داشت.
رضا شاه میگیره و اون قرار به روز تیمورتاش آورد، یک نماینده خاصی روسا میفرستن ایران که پادرمیانی بکنه. رضا شاه وقتی نمیگذاره و تیمورتاشو میکشن و بسیاری بر این هستن که رضا شاه فکر میکرد به انتقام تیمورتاش ممکن است او رو دار بکشن. بله. یک بخش این آقای نصرالله انتظام که از سیاستمداران برجسته بوده نوشته است، میگوید که زمامداران حق دانا و توانا باشند، باز نباید از وضع مساعدی که فراهم میشود بیش از حد لزوم استفاده کنند و منظور خودنمایی نه حفظ منافع عالی کشور دست به کاری بزنند. بعد میگوید رضا شاه در سیاست خارجیش انتظام میگه 3 اشتباه مرتکب شده. اشتباه اول در روابط با آمریکا بود که اهانت به غفار جلال وزیر مختار ایران را در واشنگتن بهانه قرار داد و با وجود اینکه معلوم شد توقیف وی عمدی نبوده و وزارت خارجه آمریکا و عرض میکنم استاندار ماساچوست از رفتار پلیس کتفاً و شفاهاً عذرخواهی نمودند، باز از اشاراتی که پاری از جراید افسار گسیخته منتسب به هرس به گذشته رضا شاه نمودند عصبانی شد و روابط سیاسی ایران را با آمریکا قطع نمود. حالا گویا آقا رو پلیس بازداشت کرده و بلافاصله آزاد کرده، معذرت هم خواسته، اما رضا شاه دست بر نشه، باز به دلایل شخصی. ببینید دیکتاتور متاسفانه کشوری رو باد میده به خاطر قضایای شخصی خوده، چون مردم حاکم نیستن. تصمیم دیکتاتوره. با این کشور قطع رابطه کنید. آقا به چه دلیل؟ این منافع ملت در خطره. آقا به من توهین شد. در مصاحبه‌ای هم که مرحوم محمد رضا شاه داشت با فکر میکنم این نماینده 60 Minutes بود، مایک والاس، میگفت we have laws in the world you cannot insult the king. به همین زبانی که عرض میکنم، بریتیش انگلیش هم حرف میزنه. we have laws in the world you cannot insult the king. بعد گفت که ما شنیدیم شما بطری به فلان جای مردم میکنین، گفت not bottle broken bottle. بطری نمی کنیم، بطری شکسته میکنیم. بیچاره قروش شده بود بیچاره. اینم حرف بود جلوی دوربین جهانیان تو بگی ما به ملت هم بطری شکسته فرو میکنن. این خاصیت دیکتاتور. آخوندا حالا اون که بطری شکسته نمیکردن، اما این آخوندا 1000 بار از اون بدتر میکنن، از این دیکتاتور به اون دیکتاتور، از این دیکتاتور به اون دیکتاتور. این است که ما شهروندان گرامی ایران زمین باید بنشینیم و فکر کنیم منافع فردی ما هم زمانی تأمین می شود که منافع ملی ما تأمین بشه. هموطن این که من که توبرم پول کردم و در رفتن که عرض می کنم که در رفتی، اما نه آرامش داری، نه وطن داری، نه عزت و احترامی داری. بنابراین ما باید جستجوگر منافع ملی باشیم. وقتی وضع همگان خوب شد، منافع ملت تامین شد، منم که جزئی از این ملت هستم منافع منم تامین میشه. اگر ما این اندیشه رو نداشته باشیم و به گونه دیگر بیاندیشیم، کار ما به جا نمیرسه. که حالا یه دیکتاتوری بود بعضی ما که خوب بود به درک الاسفل، بقیه همینجوری میشه داستان. فشارها جمع میشه و بعد مردم خشمگین که یک روزی به پای میخیزن، اون سیستم خشنی که از اون خشم برمیخیزه، اون که برای ما دموکراسی نمیاره، اونم باز چیز خشن دیکتاتوری منحوسی مثل این آخوندا. مناسبات مردم ایران رو با مردم آمریکا قطع کرده مرحوم رضا شاه، به خاطری که یک نفر راجع به گذشتهش نوشتن مثلا یا آقا نمیدونم قزاق بود حالا هرچی بوده. خب اینو انتظام نوشته ها، فراموش نکنیم. میگوید که روابط سیاسی ایران با آمریکا رو قطع نمود و به مساعی که روزولت و وزیر خارجه‌اش کرد برای جبران امر و جلب رضای خاصشاه به کار بردن وقعی نگذاشت. تلاش هم کرده مرد بزرگی مثل روزولت و اینایی که آقا ما مناسبات داریم، سوابقمون بد نیست با هم. گفته خیر، به من توهین شد. چقدر ناگوار است که چند سال پس از اون واقعه کسی که به اتکای قدرت خود با اون همه سر و صدا روابط با آمریکا را قطع کرد، انتظام نوشته، به همون رئیس جمهور متوسل بشود و در روز مبادا از او مدد بخواهد
و مجبور باشد از اطمینان‌های ناجوان مردانه‌ای که روزولت راجع به تضمین استقلال تام ایران داده رسما از وزیر مختارش سپاسگزاری نماید. اشتباه دوم در رابطه با دولت فرانسه بود. اینم باز موضوع شخصی بود. شخص رضا شاه عصبانی شد که بر سر شوخی و جناس خطی که شاه و گربه در زبان فرانسه دارد و یکی از روزنامه‌های بی اهمیت کرده بود برآشفت و هرچه فرانسه سعی در التیام نمود نتیجه نداد و روابط سیاسی ایران را با فرانسه قطع کرد. اگر بعدها از فرانسه صدمه‌ای ندیدیم دو علت داشت. اول اون که در آن ایام برای جلوگیری از نفوذ هیتلر دولت فرانسه می‌خواست به هر قیمتی بر عده دوستان خود بیفزاید و دشمنان بکاهد. دوم در جنگ بین‌المللی فرانسه چنان از پا درآمده بود که دوستی و دشمنیش دیگر تأثیری نداشت. لحاظا اون خط برای ایران گران تمام شد و فرصت مغتنمی از دست رفت. ترکیه سنجاق اسکندرون نصیبش شد و ما به تلگراف استمالت لوبرن دلخوش شدیم. خب اشتباه سوم که شاید خیلی ها متوجه اهمیت اون نباشند فشاری بود که برای وصول مطالبات ایران از بابت نفت به انگلیس وارد آورد. از کردم رضا شاه با انگلیس‌ها باج نمیداد به انگلیس‌ها. حالا انگلیس‌ها درگیر جنگ هستن و گرفتاری و بیپولی. رضا شاه هر رو فشار آورده بود که مطالبات ما رو بدید. در این که دولت انگلستان و مثلا شرکت نفت حق ما را تضمین کردن و بعد بدهی خود را به آسانی نمی‌پرداختن تردیدی نیست و در این که شاه بایستی از هر فرصتی برای احقاق حق ایران استفاده کنه شکی باقی نماند. ولی در روابط سیاسی طرز عمل گاهی از خود آن مهمتر است و اغلب عواقب وخیمی پیش می‌آورد. درست پس از شکست فرانسه و موقعی که تمام درها به روی انگلستان بسته شده بود و یک تنه در مقابل خصم رویین تنی چون هیتلر می‌جنگید و شهرهای زیر بمباران طیارات آلمانی نابود میشد، رضا شاه که حس کرده بود انگلیس راه پیش و پسی ندارد با فشار و تهدید مطالبات چندین میلیون لیره ایران را وصول کرد و در این عمل به قدری سختی نشان داد که دولت انگلستان از همان روز کمر قتل او را بست. این رفتار انگلیس ناجوانمردانه، این رفتار را انگلستان ناجوان تشخیص داد و از اونجا که دول بزرگ رفتار ناجوانمردانه را فقط از طرف خود مجاز و از جانب دیگران گناه نابخشودنی می‌دانند به او نبخشیدند و به خط و نشانی کشیده بودند عمل کردند. البته به عقیده من عذر اشتباه اخیر از دو خط اول بیشتر خواسته است که این مورد استفاده‌ای که رضا شاه کرد برای ایران بود و خطری که پیش آور متوجه شخص او شد. بله این سه خطی بود که به گمان یکی از این سیاستمداران معروف اون روزگار مرحوم رضا شاه در باب سیاست خارجی کرده و دوستانی برای خود باقی نذاشته. یکی دولت آمریکا بوده، یکی دولت فرانسه بوده که ملاحظه کردید و انگلستان. آخوندهای خودمان هم که فکر میکنم دوستی داشته باشن در تمام جهان، یعنی آب چون گودال میجوره کور پیدا میکنه آب گودال، اینها ماشاءالله کیم ایل جونگ رو دارن یا کیم جول اینگ نمیتونم کدومه، از بس این متکی منحوسه من اسمش هم دوست دارم یاد بگیرم، کره شمالی و آقای کاسترو رو دارن و از شبت که اون پسر حافظ اسد، اینا رفقای ایران هستن. فکرشو بکنید. بعد مطالب خیلی جالبی است در اینجا. خب از این هم میگذریم. میگوید انگلستان، بله، انگلستان در مقابل اقدامات رضاخان برای خلع قاجاریه و جلوس بر تخت سلطنت واکنشی نشان نداد، زیرا علاوه بر آن که توانایی جلوگیری از این تغییر تحول داشت، از حکومت قاجار هم ناراضی بود و سیلی در مکاتبات رسمی سفارت انگلیس با لندن در این دوران حاکی از آن است که رضاخان پیش از آخرین اقدام خود برای خلع قاجاریه با سر پرسی لورن وزیر مختار وقت انگلیس روابط صمیمانه‌ای برقرار کرده بود. اینجا وارد شده است به این ماجراها. یک تکه‌ای هم بلوخر که اینجا بلوشر نوشته شده از شود که گزارش کرده، این نماینده آلمان بوده در ایران. بله، برای خداحافظی رفته پیش رضا شاه، یه مطلبی نوشته، این آلمانی، اینو براتون میخونم، خیلی تیزبینانه به چهره رضا شاه نگاه کرده، یک گزارش نوشته. میگوید لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت. این آخرین دیدار سفیر آلمان هست در ایران.
لباس نظامی خاکی رنگی به تن داشت که به بلوز میمانست و تکمه‌های اون را تا زیر گلو بسته بود. رضاشاه میشه مرتب و منظم لباس می‌پوشید. به چکمه. کلاه بر سر نداشت و این نخستین باری که میتوانستم او را سربرهنه ببینم. کلاه بر سر نداشت و این نخست بله، موهایش را که در مرحله انتقال از تیرگی به سفیدی بود نیم کوتاه زده بود. به نظرم آمد که صورتش کوچکتر از گذشته شده است و گونه‌هایش آویخته است. چشمانش باز هم درشتر، گوتر و غیر قابل نفوذتر شده بود. از هیکل و بدن او دیگر همچون گذشته اون قدرت و خشونت و سیطره نمی‌تراوید، بلکه عدم تحرک و اعتیاد اینجا نوشته آثار مرئی خود را در او به جای گذارده بود. اما در عوض هفت خطی و حیله‌گری که همواره در نهاد او وجود داشت به نحو برجسته‌تری جلوه‌گری می‌کرد. در حینی که او نگاه می‌کردم به یاد مردانی افتادم که با این دست‌ها به دیار نیستی فرستاده شده‌اند و از خود پرسیدم آیا ارواح و اشباح آنها همانطور که در آثار شکسپیر بر ریچارد سوم پادشاه انگلیس ظاهر می‌شدند بر او متجلی می‌شوند یا نه؟ اما آن روسو با اون پرتو شاد آفتاب که به داخل اتاق تابیده بود هیچ موضع مناسبی برای تجلی ارواح نبود. رضاشاه به چشم‌های من نگاه نمی‌کرد، بلکه با تسبیح خود که رشته کوتاه با مهره‌های زرد رنگ بود ور می‌رفت و دانه‌ها را جفت جفت از میان انگشتان خود فرو می‌انداخت. حس کردم که محیطی به سردی یخ حکم فرماست و کنجکاو بود که ببینم این مجلس چگونه به پایان می‌رسد. آخرین دیداری است با بلوشر یا بلوخر، سفیر کبیر آلمان در ایران با مرحوم رضاشاه که بعد می‌دونید آلمان‌ها رو گرفتن، تعدادشون فرستادن ژاپن و فیلیپین و گروهی هم گریختن و اینها بین 800 تا 1500 نفر آلمانی در ایران فعالیت داشتن و بعضی اینها هم حقیقتاً فعالیت جاسوسی داشتن. بعد یکی از اینها مأموریت خودش رو در بین اقوام ایرانی به خصوص در منطقه شیراز و با خوانین شیراز نوشته، کتاب خیلی جالبی است. خب اجازه بدید که این موسیقی آذربایجانی رو بشنویم باز در ادامه و برمیگردیم و با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم چند دقیقه. Aziz dostum menden sevincidi yah gibi ayrılıp çıktı yarim. Aziz dostum menden sevincidi yah gibi ayrılıp çıktı yarimler. Giden yolları ot basıp indi. Gidip özüme dönebilmirəm. Ölebilirəm yoxolub mənəm, gözümün yaşını siləbilmirəm. Ölebilirəm yoxolub mənim, gözümün yaşını siləbilmirəm.
صادقی و سازی گهترین منم در این کشم از دست جماهیرم صادقی و سازی گهترین منم حضور باشم وطنان گرامی، قاسموف خواننده آذربایجانی، آذربایجان اون سوی عرس البته شنیدین. مقام‌های ایرانی سه خوب گوش کنید، با آواز گوش کنید، بیشتر شور، ماهوس، صدا، اینها کاملا آشکاره، چون همه اینها زیر نفوذ موسیقی ایران بوده این مناطق، و چون نیکبنگری موسیقی ایران فقیرتر باقی مانده از موسیقی هندی و عرض کنم عربی و اینها، بسیار موسیقی پیشرفته‌ای دارن این کشورها. چون حرام بوده است در عرض بکنم که آیین حق اثناعشریه می‌دونید که موسیقی قناس حرام است و اینها، و تقریبا نکبت تاریخی رو نمیدونم ما با کی باید هم کنیم. یه چیز جالب خدمتتون عرض کنم، این همه دوستداران استبداد یک جور فکر میکنن، همه فکر میکنن که مردم قابل نیستن، همه فکر میکنن که این دکتر مصدق خائن بوده، همه فکر میکنن که انقلاب از شود که آمریکایی‌ها کردن، همه فکر میکنن مردم ایران باید معذرت خواهی بکنن. این خیلی عجیبه. این کارخونه کله‌قندای شازن همه شکل هم. در یکی از این جلسات گذشته فکر کنم دوشنبه پیش بود، دیدم آقای میرچی خیلی مرد نجیب و از کنم که خجالتی به قول خودمان، دیدم که گوشی دستش یکم آقای داره داد بیداد میکنه، گفتم ببینم چی میگه. دیدم یه آقای خودش 85 ساله معرفی میکرد، میگفت که این فروهر فلان فلان شده، این با اون رشیدیانا کار میکرد. خب این حساب فروهر داد به دستش اینا. این دکتر مصدق هم زندانش نکردن، این عاشق احمد آباد بود، همونجا زندگی میکرد. من فکرش گفتم می‌خواستم میگم بله قربان شنیدم برای این آزمایش دندوناش هر روز میره فرانسه. پدر من شما که 85 سالته به شما بگوین که آقا در این منزل باش 4 نفرم قزاق و نمیدونم آجدان بزنن دور منزلت، حس خفگی نمی‌کنی؟ اون آزادی شما داری؟ هر کس میمد ماشینش میگشتن، تمام مکاتباتش تحت نظر بود، زندانی بود آقا، به خرج خودش زندانی بود. این مردی هم برای خودش زندگی میکرد و اینا. گفتم مردم چی راجع به آزادی اینا چی فکر میکنید؟ گفت مردم که قابل نیستن، که اینا اصلا اینا آدم نیستن کنن دیگه. آقا همه مثل هم فکر میکنن. 85 سالش. گفتم آرزو میکردم وجود مبارکتون تشریف رو روی خط صحبت کنید تا مردم بشنون شما رو، استدلال‌های شما رو ببینن چه فکر میکنید، تکلیف خودشون رو بدانن. من این زبان رو بنده نمیفهمم واقعا، این اندیشه رو نتونستم بفهمم چگونه میشه این داستان که یک گروهی از یک آب و یک خاک و یک فرهنگ و یک سرزمین و یک گرفتاری بعد ملت رو نفی بکنه. نفی مردم خیلی چیز عجیبی است. بفرمایید قربان. الو بفرمایید قربان. درود بر شما. درود بر شما قربان. آقای مشیری فرمودید که آمریکایی‌ها شیوستونی نمی‌شناسن و اینا مثل کودک یک کودک قوی هستن. بله. میخواستم بگم که با عرض معذرت میگه رو مغلطه‌ایه، چون الان خدمتتون عرض میکنم چرا. برای اینکه آمریکا بزرگترین دانشمندان دنیا رو نظر جامعه شناسی داره که با CIA هم کار میکردن، مثل هانتی و برنارد لوئیس و هومر دیکسون و هزاران دیگه که الان اسم نمیبرم. اینا از من و شما سیوشونی بهتر میشناسن و اینا اصلا با استیت دیپارتمنت کار میکنن. خب اینا رو گذشته از اون اینا همه دروغی که سر مردم شیره بمانن. نه گذشته از اون در زمان جنگ قبلی خلیج فارس اینا شیعه تبلیغ میکردن که شورش کنن برای صدام حسین. اینا داینامیک جامعه عراق بسیار خوب میدونن. حداقل اگر نمیدونستن یه فیلمی بود به نام تری کینگز که آقای جورج کلونی بازی کرد، فکر کنم کارگردانش سودابایی بود. ولی این فیلم رو شما مشاهده کردین؟ فیلم تری کینگز رو؟ نه خیر.
این رو نگاه کنید، این قشنگ داینامیک جامعه سونی نشون میده و این فیلم 8 سال پیش بود، از آقای سودابرگ میپرسیدن. شما عزیزم چند سال آمریکا هستین؟ من کانادا هستم حدود 29 سال. شما اینجا مدرسه رفتین؟ بله. کجا مدرسه رفتین؟ من در کانادا کالج رفتم به نام جورجیان کالج. بله عرض میکنم خدمتتون. فرمایشتون تموم شد؟ یه بحث دیگه هم داشتم. بفرمایید. شما گفتین که مردم در نظام‌های استبدادی می‌جنگن، ولی شما دیدین مشاهده می‌کنید که بهترین سربازا در جنگ‌های جهانی دوم در کشور استبدادی بودن، ژاپنیا، روسا و آلمانا. و این فکر کنم به این شخصیت مردم ایرانی مردم رزمنده نیستن اصلا. خیلی ممنونم. نه عزیزم، با عرض پوزش شما چندین مغلطه اینجا مرتکب شدید، کاش نمی‌شدید. آمریکا که عرض کردم مثل بچه‌ای است که زورش زیاده و خودش از قدرت، بعضی اوقات قدرت خودش هم شاید بی‌خبر باشه، اما زورش مشک میزنه شکم آدم درد میگیره. بابت اینه که کشور جواری است عزیزم، چرا توجه ندارید شما؟ آمریکا یک کشور ایزوله بوده تا جنگ جهانی دوم، تجربه سیاسی با کشورهای دیگر و شناخت فرهنگ‌های دیگر به خصوص فرهنگ‌های مشرق نداره. اینو کرارن به اثبات رسوند. شما به من درس مغلطه میدی عزیزم. وقتی که آقای کندی که پرسیدن چند سال آمریکا هستین، به جهت اینکه فکر کردم شما با امور آمریکا خیلی آشنا نیستین متاسفانه، نه با تاریخش، با سیاستش، چگونه این مملکت اداره میشه، از کدام اتفاقاتی که رفته چه بوده. شما توجه بفرمایید، وقتی که کندی تعداد ادوایزر فرستاد به ویتنام، موضوع همین کمونیسم مطرح بود و اینها، بعد کشتن کندی رو. آقای جانسون آمده به سیاستمداراش، درسته در آمریکا دانشمندان بسیار هستند، اما این الزاماً بدون وجه نیست که جامعه شناسان آمریکا و نمیدونن حوزه هاروارد و پرینستون اینها اولا مستقیما دخالت دارن در امور سیاست و ثانیا اصلا میخواهند که باشن در کار سیاست یا همکاری میکنن با دولت. نه اینجور نیست. آقای جانسون آمده و هیئت بزرگی رو فرستاد، نمیدونم 100 نفر بودن که برن مطالعه کنن که وضعیت ما در ویتنام چگونه است. آمدن گزارشش هست، گزارش کردن آقای رئیس جمهور ما اگر فلان تعداد نیرو ببریم در 90 روز کار ویتنام شمالی رو تمام میکنیم. این از کجا آمد؟ این خامی، این از نادانی و عدم شناخت مردم ویتنام. توجه نکردن که آقا اونا با فرانسه چه کردن، چه شجاعت‌ها کردن، اینها ظرفیت‌هاشون چی هست، اینها عرض میکنن به لحاظ فکری اینا چگونه نگاه میکنن به جهان. اینها رو نمیدونست. در باب خود ما ایرانی‌ها، آمریکایی هیچی نمیدونستن در روزگار انقلاب. به جهت اینکه اینها نیازی نمیدیدن که ایران شناسی کنن. تازه اخیراً شنیدن یک بودجه گذاشتن در دانشگاه مریلند، دیدم تو ایران شناسی، یکی دو تا استادم در شیکاگو اینه فارسی درس میدن. اینا گزارش‌هاشون رو از CIA نمیگرفتن، CIA هم از ساواک میگرفت. یکسره اینا بیخبر بودن از وضعیت ما در ایران. در لبنان اشتباه کردن، در عراق اشتباه کردن. آقای سناتور آمده، سناتور ایالتی ویرجینیا، آقای سناتور وارنر، این رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، میگه ما نمیدانستیم در عراق شیعه و سنی اینا سابقه شون چیه و اینا. این که بزرگترین دانشمندان در آمریکا هستند، این هم یک مغلطه بود شما فرمودید. بایستی اثبات می‌فرمودید که نام این دانشمندان رو می‌بردید و ثابت می‌کردید اینها با دولت آمریکا همکاری می‌کنند به این دلیل و اون دلیل، تا بنده از شما می‌پذیرفتن که این مغلطه نیست. آمریکا یکسره بیگانه بود با وضعیت جهان و عرض می‌کنند که وضعیت اون چه در آسیا می‌گذشت و اینها، بلا سیاست خارجی و اینها، به جهتی که اونجا قدرت‌های استعماری انگلیس و فرانسه و غیره بودن. آمریکا هم یه قدرتی بود برای خودش، قدرت ضعیف بود. آمریکا 17 بوده به لحاظ نظامی در جنگ اول. اینی که عرض کردن که مثل یک بله لابراتوار فیزیک کار خودشو میکنه، عرض کردم دانشمندان هم اینجا هستن بیشترشون، به جهتی که پول اینجاست. اما این ثابت نمی‌کند که این دولت های آمریکا در کار سیاست خارجی دانا هستند. و چه ربطی داشت عزیزم آمدی تشریف آوردید مطالب می‌فرمایید؟ اندکی فکر کنید.
یعنی میخواید شما به بنده بفرمایید که اینها میدانستند که این وجه گرفتار خواهند شد در عراق و بعد رفتن در اونجا گرفتار شدن؟ این مغلطه نیست. این آقای جورج بوش وقتی که رژیم صدام سقوط کرد، بعد از 2 هفته اون کشتی بزرگ اونجا نوشته بود میشن اکامپلیشد، یعنی تمام شد، ما ویروس شدیم. این از نادانی و عدم شناخت بود. اگه مردم منطقه چه مردمی هستن، تاریخ شیعه چی بوده، نفرت شیعه و سنی چه بوده. شما یک کتاب پیدا نمی‌کنید به زبان انگلیسی در این آمریکا. اخیراً شروع کردن عجولانه چند تا کتاب نوشتن. پیدا کنید به من بدید ببینم در کجا شما دیدید که موضوع شیعه و سنی در آمریکا مورد تحلیل واقع شده است، کتاب آمده است و اینا. اینه که وارد بحث میشید در این حوزه مسلح تشید بیارید، ساده تشریف نیارید. این گرز و شمشیرتون رو براق کنید محکم، این گلنگ دمتون رو روغنکاری کنید تشریف بیارید. بفرمایید قربان. درود بر شما. سلام عرض میکنم آقای قربان شما. شب شما بخیر. شب شما بخیر. قربان شما. من یه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود 16 بند داره. اگه اجازه بدین من 5-6 بندش رو برای شما بخونم، بعد نظر شما رو میخوام درباره اینا. بفرمایید. این اصل سوم میگه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. بعد اینجا زیر 16 تا آیدم هستش. اولیش میگه ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بله. بعد آیدم بعدی که من دارم میخونم شماره 5، طرز کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. بعد شماره 7، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. بله در حدود قانون. بله خیلی مهمه. مطلب شماره 8، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. شماره 9، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. اگر اجازه بدین 2 تا دیگه هم بخونم بعد از تلویزیون گوش میدم. 15، توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم که همه خبرچینی همدیگه رو بکنن. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. من ممنون میشم اگه شما در این باره مقدار توضیح بدین. من از تلویزیون گوش میدم. قربان شما. ممنونم از شما بخیر. خیلی لطف فرمودید. عرض میکنم بله دیگه این قانون جمهوری اسلامی رو ما آوردیم یک سال و نیم پیش. اینا بندش رو تا اونجا که میشد خواندیم. اینا مغالطات و دروغ و هر چقدر که اصولا این قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی ملت نیست. یعنی ملت ایران رو نمایندگی نمی کند. این بر اساس همین 5 اصل رافضیگری این قانون نوشته شده. یعنی باورهای شیعه، همین داستان امامت و عرض میکنم بقیه قضایا که مطلع هستیم، اینها رو آوردن و در اینجا گذاشتن. این قانون اساسی آزادی و حیثیت ملی ما رو تضمین نمیکنه، تضمین هم نمیکنه، صحبتش هم نمیکنه. اولش میگوید که آیین ملت ایران آیین حق اثنا عشریه است، سر این حقش هم گویا جنگ شده، گفتم بزنن گویا نداریم. و بعد همین آقایی که میگوید که همه گروه ها برادری اخوت اسلامی، در یک جای همین قانون اساسی میگوید که این اقلیت ها بهتر است ما با اینا مهربان باشیم. آخه شما که نمیاد در یک قانون اساسی یک کشور عرض میکنم که واژه ترحم و عرض میکنم که برادری و این چیزا بیاره قانون. و اساساً این قانون به گمان بنده این شیر مالیدن به سر این ملت بیچاره بود زمان خمینی و اینا، که ملت یک شوری داشت و امیدی داشت و اینها، که ما داریم قانون اساسی می نویسیم. حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. این قانونشون همون قانونای عرض میکنم که اون چیزای حجاز قربان که میدانید احتیاجی نیست بنده جان. یه خلافت اسلامی است مبتنی بر اندیشه رافضی. قانون ما نداریم در ایران. تازه همین آشغالی هم که نوشتن خودشون
عذر میخوام این کلمه آشغال به کار میبرن، این رو هم خودشون اجرا نمیکنن هیچ کدومش رو. یک جایی که میخواد صحبت آزادی بکند میگوید که به حکم قانون، مگر به حکم قانون. یعنی تصور نفرمایید که ما اینجا این نام رو بردیم مثلا فرض کنید محدودیتی نیست، اونجا ما قانونایی داریم که به حکم والا پیش قانونی خدا میداند. مسخره کردن ما رو با قانونشون. بفرمایید قربان. درود بر شما. سلامت کم استاد. سلامت بنده. مهدی هستم از آریزونا. حالتون چطوره؟ قربان شما. ضمن عرض تبریک سال نو می‌خواستم همچنین روز تولد آش زرتشت رو به همه همشاگردیان و ایرانیای عزیز تبریک بگم. درود بر شما. تولد 60مین سال شما رو که واقعا ان شاءالله برای همه ما مبارک باشه. مخلص شما. امیدواریم که سالیان دراز سایه شما روی ما شاگردا باشه و همچنین تعداد شاگرداتون اضافه تر بشه. مخلص شما. خجالتون ندید. بله. قربان شما. قربونتون برم. خیلی خیلی ممنونم، بزرگواری فرمودید، متشکرم از شما. بله 6 فروردین رو روز تولد آش زرتشت به حساب آوردن و خیلی مهم است که ما بدانیم و بشناسیم اندکی. بفرمایید قربان. درود بر شما. بفرمایید. درود بر استاد گرامی. مخلص شما. ضمن عرض تهنیت برای سال نو و عرض تهنیت برای تولد. مخلص شما. یک شعری سرودم که وصف حال است و به برنامه استاد میخورد، اگر اجازه بفرمایید بخوانم. خواهش میکنم، بنده شاگرد شما قربان. بفرمایید. فریاد. بله. بشنو ای هموطنم فریادم، بند بگسستم و آزادم. به به بارکالله. نشود باورم این ایران است که چنین غم زده و ویران است. نشود باورم این خاک عزیز شده از ماتم و از غم لبریز. همه دور از وطن و از خانه، همه از درد وطن دیوانه. همه آواره این خاک آن خاک، ظاهرا شاد ولیکن غمناک. یادم آید که چه عصیان کردیم، بندها پاره و طغیان کردیم. صف کشیدیم و سرودی خواندیم، مشتها سوی هوا افشاندیم. همه در فکر عوض کردن راه، با سر افتادیم از چاله به چاه. بارکالله. هدف جملگی آزادی بود، آرزوی همه آبادی بود. لیک آن مشت گره کرده ما، خوردمان بر سر و بر گرده ما. درد اینجاست که ره را از چاه، نشناسیم و نباشیم آگاه. بشنو ای هم سفرم شیون من، که چه آمد به سر میهن من. روزخان سرقبر آقا، شده حاکم به همه ملت ما. بارکالله. شد سیاست همه با نام خدا، زیر عمامه و نعلین و عبا. ثروت ملی و فرهنگ و زبان، شده بازیچه این بیخردان. همه اخبار وطن جنگ و شهید، جنگ پرنکبت و بدیمن و پلید. شیشه عمر همه نسل جوان، شده اندر کف این دیو و ددان. گشت حیثیت کشور پامال، بهر نادانی مشتی رمال. زن ضعیفه شد و در خانه نشست، در به روی خود و خوشبختی بست. کرده امروز سیه جامه به تن، در ادای وطن و مام وطن. گریه کن موتن من، اشک بریز، در رسای همه یاران عزیز. عمر من کوته و راه تو دراز، چه رهی وقت چه پرشیب و فراز. وای بر من ندهد گریه مجال، که بگویم به تو شرح احوال. دور از خانه و از یار و دیار، به سرارم چو زمستان و بهار. سر کنم سال و مه و هفته من، بی تو ای خاک ز کف رفته من. درد من درد پریشانی نیست،
قصه بی سر و سامانی نیست. دور ماندن ز عزیزان درد است، زندگی دور ز ایران سرد است. وای باور بکن ای هموطنم که ز تو خسته تر امروز منم. وطنم با تو بگویم یک چیز، گر نباشی تو نباشم من نیز، گر نباشی تو نباشم من نیز. باریکلا، زنده باد. بسیار زیبا بود خانم. متشکرم. بسیار بسیار ممنون. چه ابیات فصیح و زیبا و خوبی بود در این شعر. ممنونم از شما. مطمئنم هموطنان هم شنیدند و عرض میکنم که این کوشش شما رو ارج می‌نهند. درود بر شما قربان، بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام از بنده قربان، مخلص شما. تبریک سال نو به تمام ایرانیان عرض میکنم. میخواستم از جناب عالی سوال بکنم که من تمام برنامه‌های شما رو بعد از چندین سال گوش کردم. از تمام این نوآوران، قهرمانان، وطن دوستان ایرانی که شما صحبت میکنید گوش کردم. به تاریخ 200 سالتون گوش کردم. میخوام بدونم که چطور شده که بعد از گذشت 29 سال هنوز این اهریمنان بر مملکت ما احاطه کردن و این بزرگمردان ایرانی که شما ازشون صحبت میکنید یا باز کمونیست باشن یا باز اسلامی باشن یا باز دارای فرقه‌های دیگه باشن. پس این ملامح‌های ایرانی، اون بزرگمردان ایرانی که شما ازشون صحبت میکنید، اینها کجا هستند که بعد از گذشت این همه سالها 29 سال در به در بودن در مهاجرت وطن ما و این بزرگمردان ایرانی کجا هستند؟ درود بر شما. متشکرم. درود بر شما، زنده باشید هموطن. چقدر زیبا بود، چقدر درست بود، چه شاعرانه بود و از دل برآمده بود واقعا. بله، ببینید این داستان که چرا اینها هستند برمیگردد به یک قانون نیوتن. حداقل حالا از فیزیک شروع کنیم. یعنی قانون نیوتن میگوید تا زمانی که این کتاب روی میز هست تا ابد روی میز هست مگر نیروی این رو جابجا بکنه. در کارهای سیاسی و مطالبی که اشاره کردید، وقتی حکومتی آمده این گرسنه چشمان طماع فرومایه واقعا از اسفل السافلین تاریخ اینا آمدن و حاکم شدن بر این کشور. ما تشکیلات حزبی نداشتیم. کار سیاسی فقط از طریق تشکیلات حزبی میسره، وگرنه مبدل می شود به قرض زدن تک نفر. یعنی اگر ما 400 میلیون هم باشیم به جای 4 میلیون مثل یک نفری فرقی نمیکنه. بنابراین کشوری که تشکیلات سیاسی نداشت و همه چیزش زیر چماق یک نفر بود، حالا ای به من میگن شما آقا با این رژیم گذشته فلان حرفا، اما دردهای ما از اونجاست. از دیدن یک حزب در اون مملکت نبود، 4 تا آدم سیاسی ما نداشتیم دیگه. نگاه کنید آقا به گذشته ببینید چه خبر بوده، 20 سال قبلش چه خبر بوده در مملکت. چند تا حزب ما داشتیم، چه تشکیلات، چه روزنامه‌هایی، در اواخر هیچ. بنابراین در یک خلایی این آخوندها آمدن و عرض میکنم که با نیرنگ و دروغ و وعده‌های پوچ. دیدین آقا چی میگفت؟ میگفت راه داره عزیزان من، عزیزان من وضع همه طور خوب میشه. میخواست که سیاست اقتصادیش رو ارائه بکنه در ابتدای سال. دیدید چی میگفت؟ اسلام مخالفت ندارد با تولید ثروت. البته عزیزان من ببینید کار ما به کجا کشیده واقعا. نداشتیم تشکیلات سیاسی، نداشتیم. بارها عرض کردم خدمتتون. خب تاریخ یک آزمایشگاهی است. آلمان ها آمدند از 10 ماه می که حمله کردن کشور عظیم فرانسه و این گرند آرمی فرانسه و تشکیلاتش که همیشه مدافع فرانسه بود در مقابل آلمان به خصوص، 25 جون سقوط کرده تسلیم.
اما چون تشکیلات سیاسی در مملکت و دموکراسی بود، اپوزیسیون بلافاصله تشکیل شد به رهبری دوگل در انگلستان به عنوان مثال. چون بود تشکیلات سیاسی بود، ما تشکیلات سیاسی نداشتیم، ما کار سیاسی نکرده بودیم. اگر که این 4 میلیون ایرانی که به حمدالله و المنه میگویند بیشتر از 700 بیلیون دلار هم ثروت دارن، این آدمای سیاسی بودن و به وطنشون فکر میکردن. ببینید این داستان وطن دوستی هم آموختنی است. یک تعلیماتی لازم داره. عرض کردم در هندوستان بچه‌ها رو آورده بودن در ایندیاز گیت که این روح وطن پرستی در اینا بدمن. این صفت رو از ما سلب کردن. با غیرت 70 سال، با مردانگی 70 سال در کشور ما مبارزه شد. با غیرت و وطن دوستی مبارزه شد. گفتن خفه شید، شما به دنبال کارتون نونماستون رو بخورید. مسابقه شد برای پول جمع آوری و پوز دادن و عرض میکنن که شورلت این در مقابل کادیلاک اون و خانه این در مقابل کاخ اون، این مزخرفات. از وطن غافل شدیم و یک مطلب درستی اشاره کردید که چگونه است که روشنفکران ایرانی نصفش اسلامی میشه مرتجع عقب مونده، نصفش میشود استالینیستی عقب مونده. از وطن دوستا چه میشن؟ حزب وطن کجاست؟ حزب مردم ایران کجاست؟ درسته، اتفاقا فرمایشتون کاملا درسته. اون نگاه کنید روشنفکران ایرانی یعنی سرش وصل به استالین. آقا استالین به تو چه؟ آقا راه حل دیگری نیست؟ آقای مارکس، آقا ما کشور ما کشوری نیست که اصلا این فرمولا بشه برش کار بکنه، که اصلا اون برای این ما ننوشتن این داستان ها رو. آقای مارکس آدم قرن 19 بود. آقای مارکس. پس آزادی چی شد؟ موضوع آزادی چی شد؟ آقا چگونه است که در روزگار مشروطه یه آدمای درخشانی مثل آخوندزاده هستن، پس چرا نیستن؟ این باعث بهتر شده بودن که. کرمانی‌ها کجا رفتن؟ کسروی‌ها چی شدن؟ به جهت اینکه این سیستم قاجارها ضمن که استبدادی بود، اما این استبداد لوکال بود. آقا سیستم های کنترل و نمیدونم اطلاعات و امنیت و تشکیلات و ایجاد وحشت همگانی در جهان و در ایران اینا نبود. یه قاجار نشسته بود به وجود می آمد کسروی، به وجود می آمد قزوینی، به وجود می آمد نمیدونم کرمانی و احمد روحی و اینها. کشور ما رو خالی کردن به طور کل از فرهنگ و عرض میکنم معرفت و وطن دوستی و اینها و اندیشه های سیاسی و جریانات سیاسی و کل اینها مسدود کردن و مقطوع کردن، بریدن. یک خلایی ناگهان ایجاد شد و این دایناسور رو از عمق زمین در خود کشید. خمینی رو. اگر کشور ما صاحب رجال سیاسی می بود، احزاب سیاسی می بود، ما اینجوری نمیشد وضعمون که. امروز هم خدمت شما عرض میکنم تا این اپوزیسیون، همه ما عرض میکنم مخالفیم با جمهوری اسلامی قطعا. حالا همه که میگن خب جمهوری اسلامی نمایندگان بسیار در همین لس آنجلس و اورنج کانتی محل این جمهوری اسلامی هست. پولا رو میدوزن میفرستن اینجا منزل بخرن اینجا. ببینید این تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، تلفن شاهین سکینه از اورنج کانتی ایرواین، دست شما در نکنه آقا فلانی حرفا. اینا چیز هستن آقا، ولی اکثریت ایرانیان که اینجا هستن آزادی خواه هستن، مخالف جمهوری هستن. اما تا این به یک تشکیلات سیاسی منجر نشه، یک نیروی منظم با تشکیلات درست و زیربنای عقیدتی نیرومند، کار به جای نخواهد رسید. حالا یه اتفاق ارضی سماوی بیفتد بنده نمیدونم، خدا نکرده کشوری حمله بکنه به ایران و بعد نمیدونم اتفاقات این چنین که غیر قابل پیش بینی است بنده نمیدونم. اما مبارزه سیاسی در اعصار جدید فقط از طریق تشکل و تحزب و روی هم ریختن نیروها و استعدادهاست. وقتی ما به جای 1 نفر 2 نفر بشیم، نیرومون 2 برابر نمیشه، شاید 1000 برابر بشه. به یک زبان. خب هموطنان وقت ما در اینجا به پایان رسید. از توجه و لطف شما بسیار سپاسگزارم. بی انداز در حق من محبت بکنید، واقعا شرمسارم.
فردا شب در خدمتتون خواهیم بود. در بخشی از برنامه دعوت کردم دوست گرامی آقای فرجاد اینجا باشن، در باب موسیقی صحبت میکنیم، ایشون باشن. شاید من که در باب پرویز حق صحبت کردیم و اینها. از مهیار گرامی ممنونم بابت کارگردانی برنامه. فردا شب درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.